بستنی کاکائویی، خوشمزه، لطیف، ساده و راحت و در عین حال کم هزینه. برای تهیه این بستنی خوشمزه نیاز به شیر 4 پیمانه معادل 1 لیتر، شکر 1 پیمانه 200 گرم، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، خامه صبحانه 1 پاکت 200 گرم، کاکائو 1 تا 2 قاشق چایخوری داریم. شیر رو توی قابلمه میریزیم. شکر رو به اون اضافه میکنیم. و بعد اون رو روی حرارت میذاریم. کمی هم میزنم تا شکر حل بشه. بعد از این که شیر جوش اومد مواظب باشین شیر سر نره. شیر رو اونقدر جوشوندم تا مقدار اون تقریبا نصف شده. حالا که اواخر پخته 1/2 قاشق چایخوری به اون وانیل مایع اضافه میکنم. از وانیل شکری هم میتونین استفاده کنین. و بعد اونو از روی حرارت برمیدارم. 1 ملعقه از شیر رو داخل ظرفی میریزم و 1 پاکت خامه صبحانه که معادل 200 گرم هست به اون اضافه میکنم. سعی میکنم خامه در شیر حل بشه. همینطور 1 تا 2 قاشق چایخوری بسته به ذائقه خودتون به اون پودر کاکائو اضافه کنین. و بعد این مخلوط رو اونقدر هم میزنم تا یه مقداری صاف بشه. به این شکل. البته یه مقداری هنوز دونه های خامه توی شیر باقی مونده و کاملا صاف نشده. ببینین دونه های خامه دیده میشه. میتونین به همین شکل بذارین باشه، چون توی بستنی تکه های خامه هم میتونه باشه. من بعد از اینکه این محلول رو با شیر اصلی مخلوط کردم دوباره اونو برای 5 دقیقه روی حرارت گذاشتم تا یه مقداری خامه بیشتر حل بشه و طعم خامه گرفته بشه. بعد اونو از صافی رد میکنم. زمانی که داغه اونو از صافی رد کنین تا بهتر رد بشه. به این شکل تمام خامه از صافی رد میشه و دیگه ریزه های خامه توی بستنی دیده نمیشه. حالا اونو توی ظرفی که بتونم توی فریزر بذارم و درددار باشه میریزم. حباب های ایجاد شده رو یه مقداری میگیرم و بعد در ظرفو میذارم و اونو برای مدت 5-6 ساعت دست کم توی
فریزر میذارم. حالا بعد از 6 ساعت بستنی آماده شده. یه بستنی خوب، صاف، خوشمزه و نهایتاً مغروم به صرفه. عزیزان، خدا نگهدارتون.